واس کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من لیکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان هر جای این نقطه جهان که هستید. امیدوارم سالم و سلامت زیر سایه ایزد منان شاد و خوشحال باشید. امروز اومدیم به درخواست شما ریاکت بریم به یک موزیک ویدیوی توپ و زیبا از سوربانی مصطفی به نام میده برون. نوشتم اینجا، از اونجا دارم روخونی میکنم. خب بدون معطلی میریم سراغ موزیک ویدیو. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب و زنگوله و کامنت و فلان و این داستانا برای حمایت از من. دمتون گرم، دوستتون دارم، عاشقتونم. برو بریم. اول ویدیو که نگاه عاشقانه و چشم تو چشم رو فکر کنم عشق در یک نگاه شد. بریم ببینیم بقیه ویدیو چیه. موزیکش هم که فعلا هنوز خیلی ملو داره میره جلو. روزه بود که ناگهان دیدم دلبر روان گویا ستاره از آسمون و زمین اومد از خود. خواننده صدای مخملی باحالی داره، صداش قشنگه. بریم ادامه. دیگه اون دلم را برچی آسون با یک نگاهی فسان هرچی تو خواهی میشود امون با من بیمون. تو چی داری کی چو ستاره روشنو در تاریکی هم بزه میبومی اون بوری کی منو مجنون کردم بود کوری. این سبک دینگ دینگ که میاد توی موزیکا اصولا مال آمریکای جنوبی، مال برزیل و آرژانتین و اونورا هستش. من فکر کنم که قرار موزیک یهو بترکونه، یعنی بره به سبک خیلی بالایی. بریم ببینیم ادامه موزیک چیه. آره ما رو سورپرایز میکنه یا نه. از اون داری لبا بگیرم من چندم تو آروم بیمونم میده بارم بیزن آروم آروم در روی دلم. همونطوری که بهتون گفتم سبک موزیک حالت مال آمریکای جنوبیه، برای همین میتونه این موزیک ویدیو رو خیلی زیباش کنه. بریم ادامه. هر موقع نمانم چون نفس درونی قلبم جوزی خفت شدی مرو را یوری کس نمیشوی اصلو از این پس منو تو امتن او ببینم چی شیرین من نمایی در شبی روشنو چون نوری مایی نشوا بینی مکم نمایی هر وقت خواستی گر باز بیایی. خیلی باحاله آقا، خیلی باحال. دمتون گرم که یه همچین موزیکی رو به من معرفی کردید. اصلا یه جوری دلنواز این موزیک، آدم حال میکنه باش. بریم ادامه شو. به به. رفتم لبی دریایی یک دو پیاله چای از این بهتر چی میخوایی بوسه برو از اون داری لبام نگیرم من چندم تو آرام بیمانم میده برو بیزن آرام آرام در روی دلم هر موقع نمانم بیایی رویم لبی دریایی یک دو پیاله چای از این بهتر دریا دو تا پیاله چای، از این بهتر چه میخواهی؟ لب آب و می ناب و دلبر نیکو سرشت، ای به جهنم که نمیرم به بهشت. حکایت اینه. بریم ادامه. میخواهی تو بیایی از سحر تو بگوی منو تو در تنهایی تا صبح سمایی
آقا خیلی باحال بود. دمتون گرم که این ویدیو رو به من معرفی کردید. خیلی صدای مخملی داشت خواننده، اصلا همه چیش عالی بود، پرفکت. موزیکش خیلی خوب بودش. دمتون گرم. فقط یه لطفی کنید، اگر بازم خواستید به موزیکا من ریاکت برم، اگر براتون مقدور هستش، حتما لینک اون موزیک ویدیویی که میخواین واسه من بذارید. دوستان مثلا میذارم، من خیلی راحت میرم میزنم روش، موزیک ویدیو رو سریع پیدا میکنم و میتونم روش ریاکت برم. بعضی از دوستان میان اسم مینویسن و اسم آهنگ مینویسن، اونم میشه پیدا کرد. اورجینالش پیدا کردن یکم سخته. اگه واسه من بذارید خودش و لینکش رو واسه من بذارید توی کامنت ها، ازتون ممنون میشم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودین. برای حمایت از من لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیو بعدی، پیس.